30 ماه سال 2023 تخمیناً ساعت 08:25 دقیقه نوبالغ رامونوف ایسا میرزا شریفویچ سال تولدش 2007 ساکن نویه رودکی автомашин تمغه مرسدس بنز که به برادرش رامونوف محمد سال تولدش 1996 ساکن همون جا تعلق دارد گرفته هنگام حرکت کردن در روی اتومبیلگرد دیاشون با سرعت بلند رانده از اوده دوره واسطه نقلیات نبرآمده به خانچه نساس آبکشانی کانور را برخورده به داخل دریاچه چپ شده است. در نتیجه مسافر автомашین مذکور نوبالغ رامونوف مصطفی سال تولدش 2019 ساکن همان جا جراحت وزن جسمانی برداشته در جای حادثه به هلاکت رسیده است. او به این حادثه تحقیقاتی ادامه دارد. به شعبه وزارت کارهای داخلی یک در نویه فردوسی عریضه مرد 55 ساله ساکن نویه مذکور وارد گردیده است که 8 اپریل سال 2023 مرد 31 ساله ساکن پایتخت با رای فریب به باوریش در آمده از او 66,000 سومانی گرفته وعده داده است که بر عوضش از شهر دبی автомашین تمغه تویوتا پریوس را آورده می‌دهد، اما وعده‌اش را تا حال اجرا نکرده است. از روی حادثه مذکور تفتیشات ادامه دارد. به شعبه وزارت کارهای داخلی یک در شهر اصفهان عریضه زن 63 ساله ساکن شهر مذکور وارد گردیده است که 21 ماه سال 2023 تخمیناً ساعت 09:30 دقیقه هنگام در بازار نوبهار شهر اصفهان قرار داشتنش شخص نامعلوم به طریق پنهانی از داخل جزدانش 5000 سومانی دزدیده از جای حادثه غیب شده است. در نتیجه گذراندن چاره‌بینی اپراتیوی جستجویی از جانب کارمندان میلیسیا مرد 65 ساله ساکن همین شهر با گمان صادر نمودن جنایت دزدی دستگیر کرده شد. اوی بن حادثه پرونده جنایتی با ماده 244 قسم دوم کد جنایتی جمهوری تاجیکستان آغاز کرده شده تفتیشات ادامه دارد. همین طریق ضمن برگزار نمودن چهاره‌بینی اپراتیوی جستجوی از جانب کارمندان میلیسیا مرد 32 ساله ساکن پایتخت با گمان صادر نمودن جنایت دزدی دستگیر کرده شد. نام برده شب 22-23 ماه سال 2023 تخمیناً ساعت 00:20 دقیقه به طریق پنهانی به منزل استقامتی مرد 52 ساله ساکن شهر دوشنبه در آمده از آنجا یک عدد تلویزیون تمغه TCL را دزدیده از جای حادثه غیب شده است. ضرر رسونی شده 6000 سومانی را تشکیل می‌دهد. او به این حادثه تفتیشات ادامه دارد.